ما خودم صنف ادبیات دوم ادبیات دری هستم و طبقه بالا کسا منزل چهارم درس میخونیم همونجا اتاق است و این کسا در طبقه سوم منزل سوم و همونجا در پایین بودیم در طبقه سوم خود من بودم در همونجا یک با انفجار شده نفهمیدیم که چه رقم شد. این شفاخانه فعلا چند نفر انتقال آره در فعلا در شفاخانه 19 نفر زخمی داریم و بخش ذکور بسیار زیاد است. بخش آناس امکان داره 3 نفر باشه 2 نفر زیادتر نیست. بخش آناس از اوناس امکان داره 15 نفر باشه. مجموعاً برای ما تقریبا 27 نفر مجروحین از میاد انتقال شد که در بینشان 5 پسر هستند و متوفی دختر هستند. در بین دختران 4 نفرشان شوک روحی دیدن و 18 نفرشان مجروح هستند و وضعیت کلشان فضل خدا خوب است.